سلام دوستان، آماده ای که ذهنت بترکه؟ یه سوال، اگر آخر زمان بیاد کی میتونه زودتر بفهمه؟ ما آدما؟ قطعا نه. میدونی کی؟ حیوونا. بله، بعضی از حیوانات حس‌هایی دارن که میتونن اتفاقهای بزرگ و وحشتناک رو قبل از اینکه حتی علم بهشون برسه پیش بینی کنن. مثلا زلزله، فوران آتشفشان و یا حتی تغییرات عجیب آب و هوایی. امروز قراره درباره 10 تا از شگفت‌انگیزترین حیواناتی حرف بزنیم که اگه بهشون دقت کنی شاید از آینده خبردار بشی. پس این ویدیو رو تا آخر ببین، چون چیزی که قراره بشنوی ممکنه زندگی تو تغییر بده. اولین حیوان گربه‌ها و حس ششم عجیب. اولین موجودات گربه‌های دوست داشتنی هستن، ولی صبر کن، این گربه‌ها چیزی بیشتر از بامزه بودن دارن. اونا یه حس ششم عجیبی دارن که میتونن زلزله رو قبل از وقوع پیش بینی کنن. یه تحقیق توی ژاپن نشون داده که قبل از زلزله‌های بزرگ گربه‌ها بیقرار میشن، شروع میکنن به خیره شدن به دیوار یا حتی میرن یه جاهایی امن قایم میشن. حالا سوال اینجاست، گربه‌ها چی رو حس میکنن که ما نمیتونیم؟ لرزش‌های ریز زمین یا تغییر توی امواج مغناطیسی؟ کسی نمیدونه، ولی اگه گربت یه دفعه رفت زیر تخت، یه فکری به حال خودت بکن. دومین حیوانات پرنده ها هستن، زلزله شناس‌های طبیعی. دومین گروه پرندگان که یه روز اگه دیدی پرنده ها ناگهانی دست جمعی بلند میشن و به یه جهت خاص پرواز میکنن، احتمالاً یه خبراییه. دانشمندا میگن پرنده ها میتونن تغییراتی توی امواج صوتی و مغناطیسی رو قبل از زلزله حس بکنن. حتی توی زلزله مهیبی که در سال 2004 در اقیانوس هند رخ داد، پرنده ها قبل از سونامی از منطقه فرار کرده بودند. نکته جالب اینه که پرنده ها حتی بعضی وقتها طوفان‌های بزرگ رو هم پیش بینی میکنن. پس دفعه بعد که پرنده ها رو دیدی دارن عجیب رفتار میکنن، بهتر حواستو جمع کنی. سومین موجودات مورچه ها هستن. مورچه ها استادان پیش بینی آتشفشانن. حالا میرسیم به موجوداتی که شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردی انقدر باهوش باشن. مورچه ها قبل از فوران آتشفشان شروع میکنن به تغییر رفتار. اونا لونه هاشون رو ترک میکنن و به دنبال جای امنی میگردن. حتی بعضی وقتا میرن روی سطح زمین و به صف میشن، انگار دارن با هم مشورت میکنن که خب بچه‌ها وقتشه بریم. این رفتار توی چندین آتشفشان فعال در ایتالیا و اندونزی دیده شده. دانشمندا فکر میکنن که اونا تغییرات شیمیایی توی خاک رو حس میکنن و یه جورایی انگار مورچه‌ها رادارهای زنده هستن. اگر تو اینجای ویدیو رو دیدی و خوشت اومده، همین الان ویدیو رو لایک کن تا در ادامه شما رو با حیوانات خارق‌العاده بیشتری آشنا کنم. بکوب لایک و بریم. چهارمین موجودات کوسه ها، حسگرهای زنده طوفان. کوسه ها فقط شکارچیای دریا نیستن، اونا حسگرهای زنده طوفان هم هستن. تحقیقات نشون داده که قبل از طوفان‌های دریایی کوسه ها عمق بیشتری از آب رو انتخاب میکنن. دلیلش اینه که اونا میتونن تغییرات فشار هوا رو حس کنن و میدونن که طوفان نزدیکه. توی سال 2017 درست قبل از طوفان ایرما، یک گروه از کوسه ها ناگهان عمق بیشتری رو توی دریا انتخاب کردن. این رفتار باعث شد دانشمندان بفهمن که طوفان چقدر خطرناکه. پنجمین موجودات سگ‌ها، پیشبینی مرگ. سگ‌ها قدرت عجیبی توی پیشبینی دارن، ولی نه فقط بلایای طبیعی بلکه حتی مرگ آدم‌ها. یه تحقیق نشون داده که سگ‌ها میتونن تغییرات شیمیایی توی بدن رو حس کنن و اگر کسی دچار بیماری جدی باشه یا در آستانه مرگ باشه، سگ‌ها ممکنه رفتارشون عوض بشه و بیقرار بشن. همونطور که در ویدیوی قبلی هم براتون گفتم، سگ‌ها جز حیواناتی هستن که به انسان‌ها کمک میکنن. ویدیوی قبلی رو از دست ندید، بسیار جالبه. ششمین مورد، مارها، پیشبینی زلزله با حس ارتعاشات زمین.
مارها موجودات عجیبی هستن. اونا قبل از شروع زلزله لونه هاشون رو ترک میکنن و حرکات غیر عادی نشون میدن. مثلا در چین قبل از زلزله بزرگی که دیده شد، تعداد زیادی مار توی زمستون از خواب زمستونی بیدار شدن و لونه هاشون رو ترک کردن. عجیب نیست؟ هفتمین مورد، قورباغه ها، پیشبینی باران و سیل. قورباغه ها هم از اون موجودات عجیبی هستن که میتونن تغییرات آب و هوایی رو حس کنن. قبل از بارش باران و یا سیل، قورباغه ها شروع میکنن به سر صدا کردن و یا از جاهای امن به سطح آب میان. این رفتار توی هند و جنوب شرق آسیا بیشتر دیده شده، جایی که قورباغه ها نقش یک پیشبینی کننده طبیعی رو دارن. جالبه که بعضی از فرهنگ‌ها به قورباغه ها لقب پیشگویی‌های بارون رو دادن. اگه تو اینجای ویدیو رو دیدی و لذت بردی، ازت میخوام که همین الان کانال رو سابسکرایب کنی. با این کار به من انرژی خوبی میدی برای ادامه. پس بکوب لایک و سابسکرایب هم یادت نره. هشتمین مورد، زنبورها، پیشبینی طوفان‌های شدید. زنبورها هم یکی از موجودات شگفت‌انگیز هستن. اونا قبل از وقوع طوفان‌های شدید کندوها رو ترک میکنن و دنبال جای امن میگردن. دانشمندان فکر میکنن که زنبورها میتونن تغییرات فشار هوا رو حس کنن. حتی توی سال 2019 درست قبل از طوفان هاروی، زنبوردارا گزارش دادن که زنبورها رفتار عجیبی نشون دادن و همه کندوها رو ترک کردن. نهمین مورد، دلفین‌ها، هشدار قبل از سونامی. دلفین‌ها فقط موجودات بازیگوش و دوست داشتنی نیستن. اونا میتونن قبل از وقوع سونامی رفتارهای عجیبی نشون بدن. مثلا تغییر جهت شنا و دور شدن از منطقه خاص. توی سونامی سال 2004 در اقیانوس هند، دلفین‌ها یکی از اولین حیواناتی بودن که به مناطق امن رفتن. محققان معتقدن که اونا میتونن تغییرات در امواج صوتی و لرزش‌های زیر آب رو حس کنن. دهمین مورد، فیل‌ها، حسگرهای زلزله و سونامی. و آخرین حیوان لیست ما فیل‌ها هستن. این موجودات بزرگ و مهربون قدرت عجیبی توی پیشبینی زلزله و سونامی دارن. فیل‌ها میتونن لرزش‌های زمین رو از کیلومترها دورتر حس کنن. توی سونامی سال 2004 فیل‌ها درست چند ساعت قبل از وقوع فاجعه به سمت ارتفاعات فرار کردند. این رفتار شگفت‌انگیز باعث شد که خیلی از دانشمندان فیل‌ها رو یکی از بهترین پیش‌بینی کننده‌های طبیعی بدونن. خب دوستان، متوجه شدید که طبیعت چقدر اسرارآمیزه؟ این حیوانات فقط موجودات عادی نیستن، بلکه مثل یه سیستم هشدار دهنده زنده عمل میکنن. حتما توی کامنت ها برام بنویس کدوم یکی بیشتر متعجبت کرده. لایک و سابسکرایب یادت نره، زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. ویدیوی بعدی در مورد 10 چیز عجیب و غریب هستش که توی فضا کشف شده. این ویدیوی زیبا و جذاب رو هرگز از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.